شروع کنیم. دو دست 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 بکن بده. یار 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 کیه قز میکند. یار سال گذشته یک فتنه بود. شما ملاحظه کنید مردم ما خودشون به پا خواستن، در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان ما زد. این کار رو خود مردم کردند. این خیلی معنا دارد. خوش اصلا ببینید هنوز گرم نشده برای حرکت. اون کسانی که خیال میکنن میتوانند در مقابل حملات و خباثت‌های رئیس جمهور، توطئه‌های رئیس جمهور، نامردی‌ها و ناجوانمردی‌های رئیس جمهور آسیب ناپذیر بماند، باید با قدرت از خود دفاع کند. رئیس جمهور سوگند میخوره که قانون اساسی را اجرا کنه. قسم دروغ خورد. هرچی بگم ما تسلیمیم. ما که دیوار کوچکتر از ما تو کشور که نیست. هر کی کم بیاره میزنه تو سر ما که نه این مؤسسه غلطه. اون کسانی که با همه وجود نظام جمهوری اسلامی را در این کشور نگه داشتن در درجه اول حقیقتاً وحشی‌اند. اما رئیس جمهور امروز دستپاچه تر است. کاری میکنه با من که همونطور که گفتیم این دشمن یک ننه درش هست. دست بکن بده. یار خوش بازم گرفته. باز گرفتن بالاخره ابتکار میخواد، انعطاف میخواد، انعطاف لازم داره. بالاخره دشمنه دیگه. هر کار میخواد یک بار برای همیشه تمامش میکنی. تمام دیگه میگیم آقا تو هر کار دلت میخواد. یار کیه قز میکند. یار خوش